چهارمین سالروز پیروزی امارت اسلامی و شکست نیروهای جهانی به رهبری آمریکا در افغانستان طی مراسم ویژه در شهر شبرغان و چند ولسوالی جوزجان تجلیل شد. در این مراسم علمای دینی 24 اسد روز فتح را نعمت الهی دانسته میگویند. نخستین هدف اشغالگران در افغانستان از بین بردن مدارس دینی، تضعیف علما و ترویج فرهنگ غربی بود، به گونه‌ای که شریعت اسلامی نمیتوانست آزادانه عملی گردد. به گفته آنان در 4 سال گذشته حاکمیت امارت اسلامی مردم افغانستان به آزادی واقعی دست یافتند و پروژه‌های زیربنایی زیادی در سراسر کشور آغاز شده است. همچون روزها بر رهبریت علم علما و به خون مجاهدین سربکف و به مال ثروتمند و کسبکار و تجاران مخلص به دست می آید. یقینا امروز را که ما تجلیل کرده ایم، وقتی که ناتو امریکا وطن ما مردم اشغال کرده بود، چقدر علما و مجاهدین به شهادت رساند، چقدر مدارس تباه کرد، چقدر مساجد ویران کرد. در همین حال مسئولان محلی جوزجان 24 اسد روز فتح را روز شکرگزاری برای ملت و به ویژه مجاهدین دانسته میگویند. اکنون وظیفه همه مجاهدین است تا از نظامی که به بهای خون هزاران شهید و زخمی تأسیس شده پاسداری نمایند. امروز ما یک روز تاریخی و پرافتخار را گرامی می‌داریم، روزی که ملت مسلمان افغانستان بار دیگر با کمک نصرت الهی، فداکاری مجاهدین و همبستگی مردم استقلال و آزادی خود را بازیافت و نظام اسلامی دوباره برقرار شد. نصرت و پیروزی از طرف الله از آن ما شد یک احسان پروردگار است. دومین مردم رنجیده از تمام خانه و کاشانه آمدن ما را استقبال کردند. این دوم احسان مردم است. آیا ما در برابر احسان الله باید چی بکنیم و در برابر احسان مردم باید چی بکنیم؟ باید در برابر احسان پروردگار شکرگزار باشیم. در پایان مراسم بیرق سفید امارت اسلامی از سوی مسئولان محلی بر فراز تپه بالاحصار پوهنتون جوزجان برافراشته شد.